بودن؟ تندرغاز، هیچی. تندرغاز، تندرگش. این تاندوم سفیدا رو لای گوش دیدی؟ هر چقدر میجوی نگات میکنه، مثل ایران شهریه که هر چقدر سند و مدرک و استدلال آوردیم نگاه میکنه، حرفای خودشو تکرار. آقا میگیم این نظریه 3 دوره زبانی باطل شد، هیچی نداری، یه سند نداری براش رو کنی، 10 تا کلمه نداری، نمیتونی ارائه بدی، نگات میکنه. این تاندوم سفیدا هم همینجوریه. تندرگایشتler. تندرگایش به این میگن تنلاmak. تندرگایش، گایش هم داره کمر، یه چیز طولانی. تنلاmak، قلاغم تنلاده، این سوت میکشه. تنلاmak، همین طولانی بودن و آزاردهنده بودن و ممتد بودنش مثل تندرگایش قطع نمیشه، هست، طولانی داره، تو مخت میدوه، حرکت میکنه، مثل این ایران شهری تندرگایش. تن، ا ای او آ او ای ا او ا. میدونی که ترکی 9 تا صدا داره و کلمه سازیش هم خیلی گسترده است، به خاطر همین. تن، 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 تان، تون، تین، تن، تون، تن. تنلاماک اینجاست، ممتد داره اکو میکنه تو مغزت. تن، برگرد. تین، تو همین مجموعه، چین، بچین. تن، تین. میبینی کلمه سازی ترکی نزدیک به هم لحاظ ظاهری و مفهومی در یک ساختار به هم پیوسته، عجیب غریب. مثلا آد، گرسنه، ولی معادل دقیق گرسنه نیست، یه سطح بد انرژیه. خب آدزه، آدزه، تلخیه میتونه تو تلخی زندگی باشه، میتونه تلخی آدز بیبار، میتونه فلفل تلخ باشه، میتونه مثلا آدز تای، یه اسم یه رودخونه باشه. این سطح پایین مثلا میاد میرسه به عقده، دیگه حالت خوب نیست. آدزخ، آدزخلیام بیرینه، آدزخلانماخ. میبینی این هسته مفهومی رو اگر نفهمیم به مشکل برمیخوریم.